اگه گوشی تو هم لج میزنه تو بازی و راهکاری هنوز براش پیدا نکردید، این ویدیو برای توه. همونطور که میبینید منم گوشی پلیرم و ما گوشی پلیرها باید هم دیگه رو درک کنیم، چون نه آیپد داریم باتریمون 10,000 باشه تا شارژش تمام نشه، سریع تمام میشه شارژش، نه نمیدونم چیز خاصی نداریم برای گوشی که نه اکثر گوشی هم که کلا لج میدن، بعد داغ میشن سریعتر. باید فن داشته باشیم، فن هم داشته باشیم، بعدم همون جریان شارژ تمام میشه باید دوباره بزنیم شارژ، باید دوباره گرم میشونه. برای اینکه FPS مون توی این شرایط هم میاد زیر چند 50. حالا تو فکر کن گوشی یه گوشی مثلا A14 باشه، A14 خوبه، مثلا A14 باشه با همون تو بازی شارژ تموم شده، فنم نداری، شارژت اومده رو 20. خب FPS تو همونجا آقا بدون شوخی پایین 20 میتونه باشه که گذاشتن حله، یعنی شارژت 20% باشه گوشی تو بزنید تو شارژ بازی هم یعنی 3 نفر جلوت باشه FPS تو پایین 20 بدون شوخی، از اونم شاید پایین تره. همونطور که رفاقا اول ویدیو من یه ذره اسلو موشن میکنم، سرعتشو میارم پایین، میدونید چقدر روون ایممو میتونم بچرخونم. ببین من سنسم بالا نیست، سنس من پایینه، ولی چون چی میگن چیز اضافی ندارم تو گوشیم، همیشه پاک میکنم. هفته 4 بار 3 بار 5 بار هر بار واسه همون 4 بار میزنم حافظه پنهان کالاهامو پاک میکنم. این خیلی کمک میکنه بچه‌ها. ببین راهکار اصلی نمیگم من فقط دارم راهکارهای پیشنهادی رو میگم تا برسیم به اون اصلی. رفقا هفته 4 بار اینا میزنم اونو پاک میکنم. وقتی آقا تو اونو پاک میکنیم خیلی از دانلودهای اضافی بازی پاک میشن، پاک نمیشن ها، یه دیگه میرن بعد بری بازی اونا دوباره خودکار برمیگردن، مثل پروفایل و اسمای رفیقات و اینا. ولی بری یه متن مثلا بازی کنی یا مثلا یه 2 دقیقه بمونی تو لابی اونا خودشون برمیگردن، اصلا لازم نیست براش نت بفهمی دیگه، باید تو بازی یه دقیقه وایسی. رفقا برای اینکه لجتون از بین بره این لایک گفتم خیلی خوبه، چیزای اضافه نداشته باشید اونم خوبه. این دوتا رفقا شما میتونید کانفینگ بزنید. الله میدونم برنامه‌های ضد لج است، میگم جلوتر میگم همشو با هم ببینید چی دارم. هرچی از همین الان نرید کامنت بزنید یه چیزی میدونم میگم. والا یارو 10 سالشو توهین نمیکنم، من خودم تازه دارم میشم 19 سال. منم بودم گرفایی میزنه آدم میمونه. حقیقت رو دارم میگم. ببینید بچه‌ها میتونید کانفینگ بزنید. بعد کانفینگ درباره ایمبات و جت و اینا مثلا کانفینگ رو همه به ایمبات و رجستری و رفع دیلی. خب تو وقتی میگی رفع دیلی یعنی چی؟ یعنی تو وقتی تیر میزنی تیرت همون ثانیه از گانت در میره. یعنی خب FPS تو 50 هم باشه 20 تا میاد روش میشه مثلا 67 70 اینا، پس دیلیت میاد پایین تر. پس این خودش به تو کمک میکنه تا تو لجت بیاد پایین تر. آقا قبول دارید یه دونه اینجا بنویسید قبول. خب دارم منطقی صحبت میکنم دیگه، ولی من میدونم بازم یه بچه میگه تو بلد نیستی با یک با 2 فالوور اومدی میگی کانفینگ برای ضد لج. همه رو میپخم. نمیدونم اون یکی میگه داش برنامه گیم بوستر خوبه، اون یکی میگه داش نمیدونم رادار گیم خوبه، اون یکی میگه داش کانفینگ بند داره. ناموسن خب اینا رو میدونید اصلا برای چی میرید به ویدیوهایی که مثل من دارم میذارم و نگاه میکنید؟ خب شما دیگه خودتون موقع برنامه نویسی هر چیز همون هستید دیگه، بس خودت نگاه میکنید. داشت من کانفینگ خودش بند داره، یا مثلا گیم بوستر تو الان میری میزنی میبینی اونجا نوشته یه دونه $10 بده بیاد، بعد کار میکنه. قبلش کلا اونی که رایگان داشته کس پلاس داره کار میکنه. خود بروچم بود دیگه 2 سال پیش اومد گیم بوستر رو طرف میکرد، ندیدی خودش میره سرور $10 شو میخره. میتونی بری ویدیوی 2 سال پیش بروچن رو ببینی، یه دونه بنویسی گیم بوستر میاره بالا، همینجا استوب بزن برو ببین. اصلا من
ویو این پسته برام مهم نیست چون کلا قراره یک کا میگم قراره آخرش 100 تا ویو بخوره بدون شوخی. خب یه چیزا واقعیتشه تو وقتی عادی هم است دیلیت از بین بره بازیت روونتر هم میشه. بازیت روونتر بشه بازم لجت میاد پایینتر. همه اینا دارن به کم کم کمک میکنن تا بیاد پایینتر. بعد تو این رو مخت اینو یاد دادن که کانفینگ بند داره نمیدونم اون برنامه هکریه اون برنامه رو تو بزنی عکسای گوشیت میره. یارو پسخاله بیاد عکس 10 میلیون نفر رو فقط تو نمیزنی چون کانفینگ 1000 تا نفرات بعد تو هم داره میزنه اونو. انگار کانفینگ رو رفتی از یارو خریدی که یارو فقط به گوشی تو دستشه. یارو پسخاله مگه بیاد همزمان چی میگن کمش 1000 تا عکس رو دریافت کنه. یارو خودش قایده میشه زیر اون اسمسی که داره یارو میره. تو گیره اگه به اینا فکر کن بد میگو. نمیگم الان سرور وایرگاردا بعضی نامردی میکنن. تو وقتی سرور وایرگارد میزنی همون اول که دسترسی رو میدی ببینی دسترسی گالری میخواد همون اول 6 تا عکس ازت میگیره. اصلا چه نامردی میکنن میدونم دیگه. چی میگن بودم تو کارش دیدم چی کار میکنن دیدم چه نامرد بازیایی در میارن بعضیا. ولی همون هم میان به شما میگن تو بعضی جا کانفینگ نخرید نزنید بعد نمیدونم این برنامه رو بزنید اون برنامه رو بزنید تو همون برنامه بازم کلاه همون گیم چیزه وایرگارده میرسید. یارو مثلا میبینی به شمارهای گوشیت دسترسی پیدا میکنه مثلا سر یک کسچر خیلی کوچولو یه دیگه تو گوگل یه چند تا کرموکس و اینا برید ویدیو ببینید کاملا متوجه میشید من دارم چی میگم. پس به هر برنامه‌ای نباید اعتماد کرد. وقتی به یه چیزی داری دسترسی میدی تو گوشیت نمیدونم شماره این اون از عکس از 1000 تا چیز دیگری هم هست میدونی اونو پخش بشه چقدر برات مشکل میشه. برای همینه میگم هر کسچه یا چی میگن هم نباید استفاده کنی. من وقتی میگم آقا بیا برو اینو بزن تو میتونی بری تو اینستاگرام بزنی پیج علی ترکو میاره بالا 60 تا فالوور دارم 60 تاشون هم اشکمید همه تون هم اشکمید حله یه بارم نمیام از فالوورینا تعریف کنم. ولی بری اونجا هایلایت اعتماد DNS 130 کانفینگ منو چک کنی میفهمی یارو اومده از من سوال پرسید تا 10 روز براش جواب دادم داشت این کارو نکن. دیدم حرفش خوب بود و خودم هم برگشتم کارو اونو کردم. پس داش الکی نگو گیم مستر خوبه نخوبه. بچه‌ها من براتون امروز کانفینگ رو میذارم تو کانال تلگرام. گفتم مستقیم ضد لج نمیده بید ولی لج تو از بین میبره. گفتم دیگه چه آره حالم کردی با ویدیو یه لایک کامنت بزن نکردی هم مهم نیست ما عادت کردیم والله دیگه.